کریستیانو رونالدو دو سانتوس آوریو در فوریه 1985 به دنیا آمد و قبل از به دنیا آمدنش به دلیل فقر، اعتیاد پدرش به الکل و داشتن فرزند بیش از حد می‌خواستن اون رو سخت کنن، اما پزشکش این کار رو نکرد. در سال 1997 به اسپورتینگ رفت و در 14 سالگی با مادرش موافقت کرد که تحصیلات خودش رو متوقف کنه. در 15 سالگی قلبش رو عمل کرد. اون در سال 2003 به منچستر یونایتد پیوست و در 3 فصل متوالی قهرمانان لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا و جوایز فردی بسیاری از جمله توپ طلا شد. رونالدو در سال 2009 به مبلغ 94 میلیون یورو به رئال رفت و پس از فراز و نشیب‌های بسیار زیاد در رئال 15 جام در سطوح مختلف را کسب کرد و بهترین گلزن تاریخ مادرید تبدیل شد. 4 توپ طلا برد و سپس در سال 2018 با مبلغ 100 میلیون یورو از رئال به یوونتوس پیوست و در این تیم هم 5 جام از جمله 2 قهرمانی در سری آ رو کسب کرد و در سال 2021 به منچستر پیوست. در سال 2022 از این تیم جدا شد. پس از فسخ قراردادش در سال 2023 به النصر پیوست. وی در حال حاضر 5 تا فرزند داره و با مدل آرژانتینی جورجینا رودریگز در رابطه هست.